سلام بینندگان عزیز، برنامه پرتو معرفت است. این لحظه از تلویزیون تاجیکستان منظور شما. واقعا امروز برای آموزش علم و دانش در تمام مؤسسه‌های عالی مملکت شرایط مساعد مهیا کرده شده است که دانشجویان زیر راهبری آموزگاران میتوانند دانش و مهارت و ملکه خود را در عمل تطبیق نمایند. برای در عمل تطبیق نمودن دانش نظریوی دانشجویان یک قطار آزمایشگاه‌ها تشکیل کرده شده است که مجهز با تمام تکنیک، تجهیزات و اشیاءهای عیانی می باشد و دانشجویان می توانند که با راهبری آموزگاران تجربه های عملی خود را گذرانند و در سمت خود آمادگی بینند. بینندگان عزیز، در برنامه مذکور وابسته به گذراندن تجربه های عملی یک جوان سعادتمند دیار معلومات می دهیم که او پیوسته درس های عملی خود را در یکی از آزمایشگاه‌های فاکولته بیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان می‌گذراند و کوشش می‌نماید که از گذراندن تجربه‌های عملیش دانشجویان بهره‌ور گردند. این تجربه را یکی از جوانان بالیاقت سمت علم، نامزد علم‌های بیولوژی خیرالدین حمیدوف می‌گذراند. ما را همراه باشید. امروز رو آوردن به مسئله‌های تحقیق، کشفیات‌های علمی، اختراعات نو در علم و به خصوص رشد و انکشاف علم بیولوژی تقاضای زمان است. در آزمایشگاه علمی تحقیقاتی عاید به آموزش مطابق شوی سیستم‌های زنده در فاکولته بیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان برای گذراندن آزمایش درس‌های عملی تجربوی و علمی گذرانیده می‌شود که در این مکان آموزگاران وابسته به موضوع و پیگیری آن تجربه‌های علمی و عملی خود را می‌گذرانند. در این برابر برای جدا نمودن رنگ‌ها تجربه‌های دیگر علمی گذرانیده می‌شود که آموزگاران بهر بلند برداشتن سویه دانش دانشجویان تجربه‌های علمی و عملی را در سطح ضروری به راه می‌مانند. در موضوع امروزه برای معین کردن بندهای پپتیدی از محلول‌های سفیده استفاده می‌بریم. از سببی که امینوکیسلات‌ها با هم توسط بندهای پپتیدی بر ریاکسیا وارد شده مولکولای سفیده ها را آشکار میکنند،